با برنامه اخباری آزادی خوش آمدید. من شالای گلخوجی هستم. در استودیو امروز شما عزیزان نخست مرور میکنیم به سرخط موضوع برنامه امروز 15 می. پیامدهای هوای نامساعد و سیل خرابی‌آور در تاجیکستان، یک نفر هلاک و چندین خانه ویران شد. خونه داشته، آشخانه، گازخانه‌اش، 5 توالت همش همینجا. یک دانشجوی توجیکی در مرکز سریعت ویروس کووید 19 بود. از آن که ووهان چین را ترک نکرد پشیمان است. خیلی خوشحالم که در اینجا ماندم. خود را مثل در خانه احساس میکنم. و قصه تلخ یک زن افغان که میگوید بیوه شدم، در بدر شدم، چی کنم؟ در روز اخیر در تاجیکستان سیل و تندباد بیدادگری دارد. در بعضی منطقه ها باران سخت، در قسمت دیگر ژوله ضرر خود را به ساکنان رسانده است. سیل خرابی‌آور در ولایت ختلان تلفات جانی در پی داشت. در ناحیه توبه مرکز منزل های مردم را شسته برد. مقامات فعلا حجم خسارات رسیده را معین میکنند. کمیته حالتهای فوق‌العاده میگوید چنین هوای نامساعد تا 4 روز دیگر ادامه خواهد داشت و شهروندان و مهمانان باید از احتیاط کار بگیرند. به رادیو صوفی چند ساعت پیش از شهر وحدت برگشت و پیامد آفت طبیعی را در گزارشش نشان می‌دهد. در پی بارشات شدید چند روز اخیر 5 منزل ساکنان شهر وحدت به کام دریای کوفرنهان رفته است. ساکنان میگویند شروع از صبح روز پنجشنبه 14 می بارشات به باران سطح رودخانه کوفرنهان را به طور کم سابقه بالا برده، آب سمت جریانش را به زمین زیر منزل‌هایشان گردانید و در مدت خیلی کوتاه تگ منزل‌ها را کوفته به خرابکاری سر کرد. 3 خونه داشته، آشخانه، گازخانه‌اش، 5 توالت همش همینجا. حوالی خیلی 3 ساعتی بودیم. همه رفت. سرعت تخریبکاری آب رودخانه کوفرنهان را شاهدان حادثه خیلی با سرعت میگویند که اکثر مردم حتی لباسهای خانه را نتوانستند به جای امن کشانند. بیبیگل سلیمова یکی از ساکنان زیان دیده میگوید 8 سال شوهرش در روسیه زحمت کشیده پول روان کرد و تازگی منزل با شرایط زمانوی ساخته تمام کرده بودند، اما آب در یک لحظه همه را به کامی خود کشید. هم خیلی لون پیلونه فصل هم چیزای ما فصلان زمانوی بود، همه ما را شورش بردن. من یگان چی دیگه گفتم بچهای همسایه خیر دو کورپا ما گرفتن تمام دیگه همه چیزی ما را آوردن. بر اضافه به کام دریا رفتن منزل و ساختمان ها، سیل از بالای محله و داخل منزل برخی از ساکنان کوچه غلبه شهر وحدت وارد شده همه اشیای روزگار را زیر آب گذاشته است. اینجا گازخانه، آشخانه اینا چپش دسته اینجا بینای نو کردن، ایشان در خطر آب خیزی شید تا بالا را خیز و دو خانه هم کوچو کردم در بیرو نمیدونیم کجا بریم. اکا دینام خیستم یک گودک چوده که هر سکدیم اخی ما کجا بریم در وقتی کرانتین که زمانی فروروی منزل ساکنان، رهبریت شهر وحدت و مقامات حالتهای اضطراری در جای حادثه حضور داشتند و گفته ساکنان به آنها تا هنوز جای موقت زندگی پیشنهاد نکردند و هنوز نمیدانند که تقدیر آیندهشان چی می شود. گزارش به رادیو صوفی بود. در همین حال همکاری دیگری ما از ناحیه ضرر دیده خراسانی ولایت ختلان دیدن کرد. بعضی ساکنان آنجا هرچند جان به سلامت بردند اما میگویند تمام اشیای روزگارشان نابود شد. آرزوی کریم به هنگام تهیه گزارش زیر سیل ماند و خوشبختانه آسیب ندید. گزارش را عبدالله اشرف تقدیم میکند. ساکنان دهه‌ای ضرر دیده حلقجر در خراسان دیگر باره از بارشات باران و آمدن سیل ضرر دیدند. ده‌ها ساکن ناحیه خراسان شب گذشته را از ترس آمدن سیل و لغزش کوه در بیرون روز کردند. منزل‌های اکثر آنها ویران شده است. پس اکسکاتر میری اکسکاتر تا نمیارن، کارو نمیکنن، وقتی سیل زد همش میاد تماشا میکنن میخزه میره. ما خوشمندیم که همین یاردمی مردم یاردم کنن. مردم پول تو کردگی خودش اکسکاتر ده یا اکسکاتر روی کردگی مردم پول تو کرده خلق کردگی در را کم تر کندگی نمی سیل آمد همه ششته برده. از بارش زیادی باران و پر شدن سیل راه مردم جماعت‌های صدرالدین عینی و هلالی ناحیه خراسان ضرر بیشتر دیدند. مقامات کمیته حالتهای فوق‌العاده در ناحیه خراسان میگویند در این دو جماعت حدود 10 خانه کاملا خراب شده. ضرر پوره آفتی طبیعی را حالا معلوم نکردند.
این زمان برطرف کنی حادثه حالات فوق‌العاده رفته شده از طرف ریاست کمیته حالات فوق‌العاده خدمتچیان حربی ریاست کمیته حالات فوق‌العاده و مدافع گرجان در ولایت ختلان این زمان تنها کارهای برطرف کنی رفته شده است. ساکنان میگویند که خانه‌های زیاد صدموی شدند و در آنها امکان زندگی دیگر نیست. با گفته ساکنان در دو جماعت زیاده از 50 چاروای مردم نیست شده، چند ماشین زیر خاک مانده است. در ناحیه خراسان همه ساله آمدن سیل ثبت می شود. در دهه حلقجر ناحیه بهار امسال نیز سیل آمد که 1.3 میلیون سامانی ضرر رساند. برنامه‌رو ادامه میدیم. یکی ده دانشجویان خارجی که بعد سر زدن سرایت کرونا ویروس از شهر ووهان چین بیرون نشدند اظهار خوشحالی میکنند که وضع در اینجا رو به بهبود است. پاندمی کووید 19 از ووهان سرچشمه گرفته است و تاجیکستان نیز اکثر دانشجویان تاجیک دانشگاه‌ها را به وطن برگرداند. ولی 300 دانشجو که در بین آنها تاجیکان هم هستند از ووهان بیرون نشدند و تا امروز در بی‌ضررگردانی شهر و دانشگاهشان سهم میگیرند. خیلی خوشحالم که در اینجا ماندم. خود را مثل در خانه احساس می کنم. در ووهان حالا محدودیت ها پابرجاست ولی حیات به نظم برمیگردد. در روزهایی که پاندمی در اوج بود خارجیان به ویژه افریقایی ها زیاد شکایت داشتند که از طرف مردم محلی چین اذیت میبینند. مصیبت جنگ خانمانسوزی افغانستان که نزدیک به 2 ساله ادامه دارد به وجه عموم بر سر زنان افغان است. آنها هم از شوهر محروم شدند و هم باری وزنی روزگار را تنها میکشند. ماهای اخیر سرایت کرونا ویروس نیز به زندگی آنها دشواری ضم نمود. اسکندر خواجه میرزاده موضوع را ادامه میدهد. 6 سال پیش در نتیجه یک حمله مرگ طلبانه شوهر این خانم افغان به هلاکت رسید. از آن وقت به این سو دلخواه سلطانی و 4 فرزندش با خرج روزمره معادل به همگی $3 امریکا روزگاری سخت دارند. بسیار رنج میکشم. میتونم شکاکای بی پدر هستند، احتیاج مردم هستند. یک ټوټه نان خوش در خانه پیدا نمیشه. بیادر وقت خوش بودیم مالی تو بیوار شدم در بدر شدم. چی کنم؟ تا چند ماه پیش خانم سلطانی از حساب شستن لباس در خانه های مردم درآمده به دست می آورد ولی سرایت کرونا ویروس او را از شغلش محروم کرد. ما روزه شده حالی کار نیست. کسی تا خانه خود مرا نمیخواه خاطر مرض. میگه مرض از بیرون میاری. بسیار روزگار ما خراب است. پیسه ندارم که بچه ما سرش جور کنم. پیسه ندارم روغن بخرم، آرد بخرم. افطاری چیزی نمی داشته باشیم. سر از میانه های ماه مارس در شهرهای افغانستان کرانتین و محدودیت جاری شده است. در این کشور تا 14 می رسما 5639 حادثه سرایت کرونا ویروس تصدیق شده. طبق اطلاع وزارت بهداشت افغانستان 136 نفر به هلاکت رسیدند. بالاروی نرخ‌ها در ماه شریف رمضان ضربه دیگری می باشد که به خانواده سلطانی اثر کرده است. اگه پدرم زنده می بود حالا ما در این روزگار نمی بودیم، در خانه نمی بودیم، مگه در ماه مبارک رمضان هیچ چیز خال نداریم. اگه پدرم می بود خوب نان می خوردیم، خوب غذا داشته باشیم، خوب خانه می داشتیم، خوب یک زندگی خوب آرام می داشته باشیم. جنگ ائتلاف بین المللی زیر رهبری ایالات متحده آمریکا با طالبان افغان که نزدیک به 12 ساله ادامه دارد، بیش از 2 میلیون بیوزن افغان را به دستنیگری کمک‌های خیریه تبدیل داده است. و سازمان جهانی کار میگوید گسترش بیماری کووید 19 میلیون ها نفر را در سراسر جهان بیکار خواهد گذاشت. به اطلاع سازمان برخی از اقتصادهای بزرگ جهان به مانند آمریکا سخت‌ترین بحران بعد از سالهای 30 عصر گذشته را پشت سر میکنند. اینجا برنامه اخبار امروز را به پایان میرسانیم. تا ملاقات بعدی در هفته نو بینندگان عزیز، شما میتوانید شبانه روزی خبرهای تازه را از وبسایت رادیو آزادی بخوانید. اگر خواستید گزارش‌های روز و جالب را تماشا کنید پس به آزادی ویدیو کانال مخصوص ما در یوتیوب بروید. برایتان در 2 روز آینده استراحت خوب و با فراغت میخواهیم و تا برنامه نو در هفته نو خدا نگهدارد.